خب سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین گرامی، دوستان عزیز. به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که بحثی که امروز داریم، من یه توضیح در مورد بحثایی که قبلا دادم بدم، هم خدمت برخی از دانشجویانی که امکان داره مخاطب این در واقع بحث باشن، هم خدمت کسانی که علاقه‌مند به این بحثن و به شکل غیر آکادمیک این مبحث رو دنبال میکنن، مبحث رسانه، درس گفتار در واقع رسانه رو مطرح دنبال میکنن. خب در مورد تعریف رسانه و تاریخ رسانه گفتیم که تاریخ رسانه از قرن 20 شروع نمیشه، بسیار عقب‌تر هست. گفتیم در مورد عصر تبلیغات گفتیم، یک بحث مصطفایی و جدایی در مورد پست مدرنیسم گفتیم، در مورد عصر ارتباطات و فروید گفتیم و یه نکته هم گفتیم که معمولاً بعضی از دوستان ما که در این زمینه فعالیت میکنن و اینها، عرضم به حضور شما که این در واقع عصر ارتباطات و عصر انفجار اطلاعات رو در واقع خیلی بهش توجه نمیکنن. خب من سرتیتر این فصل رو گذاشتم مکلوهان و عصر انفجار اطلاعات. راجع به مکلوهان من یه بحثی رو مطرح میکنم اول و یه صحبت کوتاهی راجع به مکلوهان، توضیح کوتاهی راجع به مکلوهان میگم. مکلوهان یک متفکر کانادایی هست. ببینید من خیلی سراغ تاریخ تولد و نمیدونم کی به دنیا آمده، در چه خانواده بزرگ شده، نمیدونم کدوم دانشگاه حالا مثلا درس داده یا همسالام و اینا، خیلی سراغ این مسائل نمیرم، چون اصلا معتقدم در تاریخ این مسائل در واقع خیلی با موضوعیتی نیست. چون حالا من بحث تاریخ رو هم دنبال میکنم، اینا مثلا موضوعیتی نداره، بیشتر این عقب جلو بودن در واقع موضوعیت داره. آقا کی عقب‌تر بوده، کی جلوتر بوده، کی در مثلا به طور کلی این مسائل رو مطرح میکنیم. خب آقای مکلوهان یک متفکر کانادایی است. مکلوهان یک متفکر رسانه نیست، در واقع یک استراتژیست. منتها یه نکته رو بگم، در امریکا استراتژیست ها در واقع یک جمله مشهوری هست از آقای عرضم به حضور شما که این اسمش الان یادم رفت متاسفانه بازم، که کتاب موج سوم رو نوشته، آلوین تافلر معتقده که عصر فلاسفه تمام شده و عصر در واقع عرضم به حضور شما که استراتژیست ها شروع شده. البته این کتاب رو اگه اشتباه نکنم در دهه 90 نوشته. این نکته خیلی نکته مهمیه. استراتژیست ها چه کسانی هستند؟ استراتژیست ها کسانی هستند، این توضیح رو بدم اول. استراتژیست ها کسانی هستند که اون چیزی که در ذهن انتزاعی یک فیلسوف میگذره او رو تبدیل به واقعیت میکنن. مثلا رابرت مکنامارا مثلا در امریکا، اینا استراتژیست ها معمولا یک پست رو در امریکا میگیرن به نام در واقع مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و یک پست بسیار بالایی هست و رئیس جمهور تقریبا بیشتر وقتش رو با این فرد میگذرونه و این استراتژیست ها البته فیلسوف هم هستن، ولی چیکار میکنن؟ اون مسائل فلسفی رو تبدیل به واقعیت میکنن در عالم واقع و در عالم سیاست، به خصوص در عالم سیاست، حالا به هر طریق خودشون میدونن. و عموما حالا از این دهه‌ای که ما داریم صحبتشو میکنیم، الان داریم در مورد عصر انفجار مکلوهان و عصر انفجار اطلاعات صحبت میکنیم، یعنی دهه 70 و دهه 80. یعنی از دهه 60 عبور کردیم، حالا رسیدیم به دهه 70 و دهه 80، اوایل دهه 80. چون من میخوام اینا رو در دهه 80 هم صحبتایی دارم،
و نمیخوام برسم به دهه 90، میگم اوایل دهه 80، چون در دهه 90 دیگه اتفاقات دیگری میفته که حالا راجعش بحث خواهیم کرد. استراتژیست ها بس چنین افرادی هستن. مثلا رابرت مکنامارا استراتژیستی بود که میگن 90 صفحه در واقع مطلب نوشت برای آقای ریگان و این 90 صفحه رو ریگان خوند و اجرا کرد و مثلا شوروی رو از هم پاشوند. خودشون که حالا اینجوری میگن، حالا درست و غلطش دیگه بمونه برای خودشون، ولی رابرت مکنامارا این کار رو کرده و او هم یک استراتژیست بوده. حالا آقای مکلون چون کانادایی بوده و حالا اونجا زندگی میکرده و اینها، خیلی مورد توجه مثلا ریاست جمهورهای امریکا نبوده، ولی مثلا در مورد افراد دیگری که در سیاست بودن و بعدا هم منتقد حتی شدن، مثل مثلا نوام چامسکی که الان منتقد سیاست‌های امریکا و اسرائیل و امثال هم هست، که خودش یه زمانی در سیاست بوده. آقای کسینجر که تازه فوت کرده، آقای ارزم به حضور شما برژینسکی یک کتابی داره، گفتم من در هر جلسه کتابی رو معرفی میکنم. آقای برژینسکی یک کتابی داره به نام امریکا انتخاب، سلطه یا رهبری. اینو بعد از فروپاشی شوروی نوشته. فکر میکنم بعد از فروپاشی دیوار برلین هم اینو نوشته این کتاب. و میگه که حالا امریکا که دیگه قدرت اول دنیا شده باید انتخاب کنه که میخواد سلطه‌گری بکنه یا رهبری بکنه دنیا رو، که اون یک کتاب کاملا استراتژیک است و یه متن استراتژیک بسیار جالب و جذابی هم هست. خیلی قلم خوبی هم داره، ترجمه بسیار خوبی هم داره. حالا من مترجمش متاسفانه یادم رفت، ولی به فارسی ترجمه شده این کتاب، امریکا انتخاب، سلطه یا رهبری. آقای برژینسکی نوشته که ایشون هم در سیاست بوده. آقای کسینجر هم در سیاست بوده. آقای فوکویاما هم از جنس همین استراتژیست ها است که در دهه 90 بعد از فروپاشی شوروی کتاب نوشت به نام پایان تاریخ، که اونجا گفت که پایان تاریخ با همین لیبرالیسم هست و دیگه چیزی ما بالاتر از لیبرالیسم و ارزم به حضور شما که کاپیتالیسم نداریم. و اینا رو همه بعد از سقوط شوروی نوشتن. به خاطر همینه که من میگم که نمیخوام وارد اواسط دهه 80 و اوایل دهه 90 بشم، چون در اون دوره شوروی اصلا فرو میپاشه و این تاثیرات زیادی در حتی رسانه و حتی سینما میذاره و این نکته خیلی مهمیه که شما توجه کنید بهش. خب مکلوهان هم یک استراتژیست. منتها مکلوهان برعکس بسیاری از افرادی که در مورد رسانه بحث کردن، حتی میشل فوکو، حتی لکان، حتی ژیل دلوز، حتی ارزم به حضور شما که دریدا و امثال هم، البته اونها پست مدرنیست بودن، متأثر از اونها بیشتر متأثر از مکتب فرانکفورت بودن. مکتب فرانکفورت البته بهتون بگم هنوز زنده است، البته در جامعه شناسی هنوز زنده است. یعنی در جامعه شناسی ما یک مکتبی داریم به نام مکتب فرانکفورت که البته خیلی ارتباطی اون مدرسه فرانکفورت به اون معنای کلاسیکش نداره، ولی در رسانه هم مکتب فرانکفورت هنوز زنده است و هنوز با کانسپت مکتب فرانکفورت میتونیم رسانه رو تحلیل کنیم. ولی مثل اینکه مثلا فیزیک نیوتن، مثلا هنوز ما با فیزیک نیوتن میتونیم کار کنیم، ولی فیزیک کوانتوم کارهای دیگری میکنه و کارهای بزرگتری میکنه. مکلون این کاری که کرد این بود که این کار بزرگی که کرد این بود که در واقع مکتب جدیدی رو، حالا نه مکتب جدیدی رو به عنوان خیلی منسجم و این امثال هم اینا مثلا چیز کرد، ولی به هر حال یک چیزی جدیدتر از مکتب فرانکفورت گفت. و یکی از دلایلش این بود که مکلوهان به نظر من بسیار متأثر از شخصی است به نام رولان بارت. در مورد رولان بارت هم من توضیح بدم به شما. رولان بارت کسی است، متفکری است که اون هم مال در واقع همون دهه، یعنی هم دوره مکلوهان هست و البته یه مقدار زودتر از مکلوهان اگه اشتباه نکنم باشه. و عرضم به حضور شما که رولان بارت نظریه رو داده به نام مرگ مؤلف که خیلی نظریه مشهوری هست و اینا. منتها یه مقداری بد ترجمه شده این مسئله، یعنی
فکر کردن که مثلا اثر که منتشر میشه دیگه صاحب اثر مرده، شما اونو مرده حساب کنید، در حالی که اصلا بحثش این نبوده. بحثش این بوده که اون موقع در تلویزیون های امریکا برنامه هایی میذاشتن که کارگردان ها رو می آوردن، مثلا جان فورد رو در یک گفتگو آوردن با ارزم به حضور شما چیز، البته در مجلات هم می نوشتن. ما داریم راجع به دوره‌ای صحبت میکنیم که رسانه هنوز رسانه های کاغذی موضوعیت دارن، مثل امروز نیست که مثلا دیگه رسانه ها از حالت کاغذی کمتر استفاده میشن، یعنی روزنامه ها، مجلات و تلویزیون و سینما و رادیو، یعنی راجع به این داریم صحبت میکنیم. حالا هنوز به موبایل و اینها هم خیلی نرسیدیم، ولی به هر حال البته در اواخر دهه 80 موبایل و رایانه ها هم آمدن، ولی میگم من به اون دوره نمیخوام برسم چون اون یه دوره جداییه که یک سرفصل دیگری داره. من اینو به شما بگم، آقای رولند بارت میگه که مرگ مؤلف، برنامه‌هایی میذاشتن در تلویزیون یا مصاحبه‌هایی میگرفتن با این کارگردانان بزرگ اینها، و مثلا از جان فورد یه روایتی هست که سوال میکنن از جان فورد که آقا تو در فلان فیلمت اینجا مثلا این کاتی که زدی یا این تصویری که گرفتی یا این چیزی که کردی مثلا این اشتباه بوده یا مشکل داشتی یا هر چی بوده، اینها از فنی اشکال داشته، مثلا دلیلش چی بوده؟ پاسخش خیلی پاسخ ساده‌ایه، میگه برای اینکه سیگارم تموم شده بود. یعنی خود کارگردانان و خود صاحبان اثر هم خیلی میل نداشتند به اینکه پاسخ بدن به این سوال ها، معتقد بودن که اثر رو من ساختم و اثر دیگه تمام شده دیگه، حالا الان راجع به اثر صحبت کردن موضوعیتی نداره، و البته به نظر من حرفشون هم درست بود. و عرضم به حضور شما که من یه نکته به شما بگم و میگم با خیلی کارگردان، حتی هیچکاک و حتی امثال هم اینا صحبت کردن اینها و مباحثی رو با اونها مطرح کردن که حالا بحثش میاد، من در مورد سینما یه مقداری صحبت میکنم. عرضم به حضور شما که در مورد اون قضیه من بعدا صحبت خواهم کرد، در مورد سینما و تغییر سینما و تأثیر سینمای اروپا بر سینمای امریکا در عرضم به حضور شما که دهه 70 و اواخر دهه 70 و دهه 80 تا مثلا اوایل دهه 90 که سینمای اروپا دوباره جون میگیره و به خصوص سینمای فرانسه و یک مقداری هم سینمای آلمان که بعد از فروپاشی دیوار برلین بوده، که اون یه بحث دیگری هست که مثلا میلوش فورمن میاد و بعد تروفو میاد و بعد گودار میاد و بعد امثال هم و فیلم هایی میسازن که جوایزی هم میگیرن. حالا من نمیدونم جوایز اسکار فکر نمیکنم گرفته باشن، ولی جوایزی مثلا جوایز کن و اینها شاید گرفته باشن که حالا جوایزشون خیلی مهم نیست، ولی میخوام بگم که تاثیرات بسیار زیادی در سینما گذاشتن از نظر تکنیکی و فنی. یه بحثی هم مصطفی در مورد مباحث تکنیکی سینما من اگر فرصت شد برای شما میگم، چون بالاخره به هر حال درس گفتار رسانه است و سینما هم به هر حال بخش مهمی از رسانه رو در اون زمان که ما داریم صحبتش میکنیم، یعنی در اوایل 70 تا اوایل دهه ارزم به حضور شما که 80 میگم، چون از قبل از فروپاشی شوروی میخوام صحبت کنم، به خاطر همین میگم اوایل دهه 80، چون فروپاشی شوروی از 1986 شروع شد تا 1991 و که به فروپاشی دیوار برلین رسید و امثال. حالا کاری ندارم، اون یه بحث سیاسی و اینها که حالا به هر حال شاید اصلا بحث سیاسیش هم مجبور شدیم بپردازیم، ولی به هر حال به طور کلی این یه عذرخواهی میکنم، این یه نکته. پس مکلوهان یک استراتژیست بود که یک کتابی نوشت به نام کتاب آینه های جادویی، یعنی در ترجمه میشه آینه های جادویی یا آینه های روبرو، حالا بعضی ها ترجمه کردن ولی همون آینه های جادویی در واقع درست تره. یه بحثی هم هست در مورد اینکه
2 تا ما نویسنده داریم به نام آقای جورج اورول که یک کتابی نوشته به نام 1984، ولی قریب 10 تا 20 سال قبل از اون، میگم این تاریخ ها رو خیلی دقیق من نمیدونم، قریب 10-20 سال قبل از اون یک متفکری که رمان نویس هم نبوده به نام آلدوس هاکسلی کتابی نوشته به نام دنیای قشنگ نو. توی اون دنیای قشنگ نو آینده رو تصویر کرده. این آقای جورج اورول هم خواسته آینده رو تصویر کنه، آینده رو ولی به شکل مارکسیستی و شورویوار و استالینیستی در واقع چیز کرده، چون در دوره شوروی اینها بوده. ولی اون آقای آلدوس هاکسلی یه مقدار قبل این بوده و جهان آینده رو یه ذره همین جهان باز و جهان لیبرال و اینها چیز کرده که مردم همش مشغول در واقع اوقات فراغتشون زیاده و امثال هم، و خیلی نزدیک، خیلی نزدیک به دوره‌ای که الان داریم درش زندگی میکنیم. اگر برسیم به رسانه‌های جدید و عمری باقی باشه و فرصتی باقی باشه که برسیم به درس گفتار رسانه‌های جدید، راجع به اون کتاب من برای شما صحبت خواهم کرد و نسبتش با جهان امروز. این خیلی نکته مهمیه. خب مکلوهان و حصر انفجار اطلاعات. یک در واقع عرضم به حضور شما که بحثی هست، اونم بحثی هست که به نام انفجار اطلاعات. این انفجار اطلاعات در واقع منظورش از این انفجار اطلاعات اینی که من میگم این دوتا، یعنی عصر ارتباطات و عصر انفجار اطلاعات دوتا زمان مختلف حتی داره، یعنی 10-12 سال با هم فاصله دارن حداقل. عصر انفجار اطلاعات چه عصری بوده؟ عصر انفجار اطلاعات عصری بوده که سینما تقریبا آزاد بوده، یک، تلویزیون به شدت آزاد بوده و بعد تلویزیون های کابلی به خصوص در امریکا آزاد بودن. من این صحبتی که دارم میکنم عموما در مورد آمریکاست، چون در اون دورهایی که ما داریم صحبت میکنیم آمریکاست که در واقع این مسائل رو داره، البته به جای دیگه هم کشیده میشه. من این نکته قبلی رو کامل کنم. این آقای کسی هست به نام آقای رولند بارت که من معتقدم آقای مکلوهان خیلی از ایشون تاثیر گرفته. ایشون نظری مشهوری داره به نام مرگ مؤلف و یک کتابی داره به نام امپراتوری نشانه ها. خیلی شبیه میرچا الیاده هست. میرچا الیاده هم یک متفکر در واقع نشانه شناس ایتالیایی هست که او هم کتاب‌های بسیار خوبی داره. یک کتابی داره اسطوره، نماد و نشانه که بسیار کتاب خوبی هست، ترجمه هم شده به فارسی و کتاب مختصر مفیدی هست و بسیار کتاب روان و خوبی هست. اسطوره، نماد و نشانه که بسیار کتاب خوبی هست. ولی آقای رولند بارت این بحث مرگ مؤلف رو که مطرح میکنه دیگه در تلویزیون ها و اینها، این بحث که فراگیر میشه، این بحث رو ایشون در فرانسه مطرح میکنه. اونم در کجا؟ نه در دانشگاه سوربن، در یک جایی در فرانسه هست به نام کلوژ دو فرانس. کلوژ دو فرانس یک جایی است که به طور کلی غیر آکادمیکه. مثلا در زمان قبل انقلاب ما یه حسینیه ارشاد داشتیم، یه جای غیر آکادمیک بود ولی مردم میرفتن اونجا درس گفتارهای مثلا آقای دکتر شریعتی رو گوش میکردن مثلا، یا آقای استاد مطهری، علامه مطهری رو گوش میکردن، شهید مطهری رو گوش میکردن. این کلوژ دو فرانس یک چنین حالتی داره. تازه الان نوبت بگیری 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه یا 1 سال دیگه به نوبت میدن. ایشون رفته نظریه‌اش رو اونجا مطرح کرده، اون نظریه اونجا تقریبا پذیرفته شده، اونجا بعد نقد میکنن، اونجا اصلا نقدهای صریح و خیلی در واقع واضحی میکنن در مورد این قضیه و در مورد مقاله‌ای که شما مطرح میکنید. ایشون مقاله‌اش در کلوژ دو فرانس مطرح میکنه. از متفکرین هست که در نه دوران جوانی و مثلا نوجوانی، بلکه مثلا تقریبا مثلا 37 سالش بوده که این کتاب ها رو نوشته و نظریاتش رو مطرح کرد. یک کتابی هم داره به نام امپراتوری نشانه ها که سفری داره به ژاپن و در اونجا مسئله نشانه ها رو مطرح میکنه. البته قدرتش در این زمینه نشانه شناسی به اندازه میرچا الیاده نیست. میرچا الیاده در زمینه نشانه شناسی و نماد شناسی بسیار قدرتمندتر است.
ارزم به حضور شما که آقای رولان بارت است. ولی به هر حال رولان بارت هم متفکر بزرگی است. این نظریه فراگیر میشه، میره در امریکا. وقتی که میرسه به امریکا، خب به هر حال طبیعیه شما وقتی یک نظریه رو از یک جایی، از یک کشوری، از یک زبانی به یک زبان دیگری میبرید و ترجمه میکنید، به هر حال یک تألیف دوباره‌ای دارید میکنید ازش و یک تفسیر دوباره‌ای ازش دارید میکنید. و این خیلی نکته مهمیه که به این نکته توجه کنید که آقا جان، این مسئله‌ای که مثلا شما گفتید مثلا اینجا اینجوریه، اون آقا در فرانسه شاید یه چیزی بفهمه ولی در امریکا یه چیزی که فهمیده میشه. مثلا به عنوان مثال دارم میگم. خب آقای مکرون خیلی متأثر از ایشون بود و وقتی که رسید به امریکا، در تلویزیون های امریکا دیدن که آقا این برنامه‌های نقد و بررسی و اینایی که میذاریم خیلی جواب نمیده. آمدن چیکار کردن؟ آمدن کارگردان ها رو روبروی هم قرار دادن. البته نه فقط در تلویزیون بلکه در رسانه های دیگر، مثلا رسانه ارزم به حضور شما که مثلا در مجلاتی ارزم به حضور شما که مثل کاید سینما، در مجلاتی مثلا در روزنامه ها، در امثال هم که میگم اون موقع رسانه های جریان اصلی بودن، مثل امروز نبود که رسانه های کاغذی و اینها مثل روزنامه و مجله خیلی جریان اصلی نباشن. البته کتاب بحثش جداست، اون همیشه یک رسانه مستقل بوده و من هم گفتم که کتاب رسانه علوم انسانیه. من به خاطر همین وقتی این بحث رسانه رو دارم مطرح میکنم، چون رسانه یک بحثی است در علوم انسانی، عرضم به حضور شما که من این نکته رو به شما میگم که در واقع رسانه علوم انسانی کتاب هست، مقاله نیست. من واقعا به این باور دارم. خب در این کتاب یک نظریاتیشون مطرح میکنه و مسائلی رو مطرح میکنه و چند تا و یک جمله خیلی مشهور داره که تقریبا همه شما شنیدید: رسانه ابزار انتقال پیام نیست، خود پیام هست. من با این جمله مخالفم، یعنی این جمله رو به طور کلی قبول ندارم ولی با جزئیاتش موافقم. حالا راجع به اون من صحبت میکنم. مکلوهان و اصل انفجار اطلاعات که عنوان جلسمون هم هست. رسانه ها به طور کلی آزاد میشن، گسترش پیدا میکنن، بحث تبلیغات تقریبا آزاد میشه و رسانه ها درآمدهای زیادی پیدا میکنن و رسانه های کاغذی فروش فراوانی پیدا میکنن و به هر حال پول و اقتصاد وارد در واقع صنعت رسانه میشه. البته از اصل تبلیغات این اتفاق افتاده بود ولی در این دهه‌ای که ما داریم صحبتش میکنیم، دهه 70 و اوایل دهه 80، این دیگه خیلی گسترش پیدا میکنه. نکته‌ای که هست اینه که مثلا در سینمای مثلا شما ارزم به حضور شما که چیز ببینید، در سینمای امریکا اگر توجه کنید، در دهه 70 و در دهه 80 فیلم های ساخته، میگم چون قبل از فروپاشی شوروی هست، میگم تا قبل از اون و بعد از اون رو میخوام از هم جدا کنم، به خاطر همین اوایل دهه 80 رو میگم. فیلم های خاصی ساخته میشه، مثلا فیلم های ساخته میشه که اینا رفتن فضا، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، سفینه فرستادن، نمیدونم چه کار کردن. مثلا یکی از فیلم‌هاش مثلا که مثلا ریدلی اسکات ساخته، فیلم بیگانه، یا یکی از فیلم‌هایی که ساخته مثلا بلید رانر که راجع به ربات‌ها هست، راجع به نمیدونم همون کلونی‌های فضایی و نمیدونم امثال این هست، که این تئوری در واقع تئوری رئیس جمهور امریکا و ریگان بوده که ریگان اونجا در واقع، چون ریگان مشهوره به این که ریگان در واقع باعث شده که شوروی اصلا بپاشه و اینها. حالا بگذاریم. و یکی از نکاتی که باعث میشه شوروی رو در واقع از نظر اقتصادی ضعیف کنن، یه بحثی بود به نام جنگ ستارگان که ما میخوایم یک دستگاهی بسازیم، یک کاری بکنیم که اگر فضایی ها به ما حمله کردن در فضا هم بتونیم بجنگیم. و
این فقط یک ایده بود. این همون ایده بود که مکنامارا توی اون چیز 90 صفحه‌ایش نوشته بود، توی اون در واقع رساله یا حالا هر چی که اسمشو میذارن 90 صفحه‌ای نوشته بود و به ریگان داده بود. دستورالعملی که به ریگان داده بود، این عنوان مناسبیه. 90 صفحه‌ای بود که اون داده بود. اینا فقط در رسانه این کار کردن، اینا اصلا در واقعیت این اتفاق نیفتاده بود اون موقع. حالا الان بحث اسپیس ایکس و نمیدونم هوش مصنوعی امثال هم هست، ولی اون موقع که نبود. الان بحث اینه که شما برید تو مریخ زندگی کنید و فلان، اون موقع که نبود. ولی اون موقع ریگان این مسئله مطرح میکنه و شوروی میترسه از این قضیه که آقا اگر امریکا کنترل هوا رو و فضا رو در دست بگیره، ما دیگه چیکار بکنیم؟ ما دیگه نقطه قوتی نداریم در برابر اینها. با اینکه جاسوس داشتن، با اینکه چی داشتن اینا. بعدش هم یه سری فیلم های جاسوسی ساخته میشه، عرضم به حضور شما، در اون دوره که بیشتر به همین رابطه امریکا و عرضم به حضور شما که شوروی سابق برمیگرده. خب بگذاریم. در مورد فیلم ها توضیح دادیم. خب من برای که بحث کوتاه بکنم، گفتیم که حالا چرا میگیم اصلا انفجار اطلاعات؟ برای اینکه تمام رسانه ها تقریبا آزاد شدن، پولدار شدن و پولدارتر از قبل شدن. واقعا دیگه تبدیل به یک صنعت شد در واقع، هم سینما، هم تلویزیون، هم روزنامه، هم مجله، هم مقاله و هم کتاب. یعنی این همه اینها در واقع با هم هجوم آوردن به سمت مردم. حالا و مسئله تبلیغات که قبلا گفتیم، خب به هر حال در اینها تبلیغات بود که پول میگرفتن دیگه. خب حالا این میشه اصل انفجار اطلاعات که مکلوهان این اصل انفجار اطلاعات رو توصیف میکنه و خودش رو از مکتب فرانکفورت جدا میکنه. یعنی متفکری است که به تنهایی مکتب فرانکفورت که یک مکتب بسیار قدرتمندی بود و میگم هنوز همکاری داره و هنوز هم برخی با در واقع تفکر فرانکفورتی رسانه رو در واقع تحلیل میکنن، این آقای مکلوهان آمد کاملا جدا بدون توجه به مکتب فرانکفورت، آمد نظریه، حالا نه نظریه یک مثلا خیلی نظریه بگیم که منسجم و اینها، ولی یک فرضیه رو مطرح کرد و مسائل رو مطرح کرد و اینها. یک جملهشو گفتم که رسانه ابزار انتقال پیام نیست، خود پیام است. و چند نکته رو ایشون در این کتاب خودش میگه و اصل انفجار اطلاعات رو توصیف میکنه. یه مسئله که میگه چیه؟ میگه مسئله انتخاب. میگه آقا من وقتی که با این هجوم این رسانه روبرو میشم، میرم کتاب میخونم، مثلا یه مسئله رو مطرح میکنم، میرم روزنامه میگیرم 4 تا تبلیغ داره، میرم نمیدونم مجله میگیرم 5 تا تبلیغ داره، تلویزیون میخوام فیلم ببینم وسطش تبلیغ پخش میکنه، مثلا تبلیغ کوکاکولا پخش میکنه، تبلیغ نمیدونم چی پخش میکنه، امثال هم مکدونالد پخش میکنه یا امثال هم، حالا هر چی حالا اون موقع بوده. این خیلی نکته مهمه. میگه آقا کوکاکولا پخش کرده، من فردا وقتی که میرم توی مغازه دیگه کوکاکولا میخرم، پپسی نمیخرم. یعنی انتخاب رو از من گرفته. این شد انفجار اطلاعات. انفجار اطلاعات معنیش اینه که در واقع اطلاعات اینفورمیشن فراوانی وارد مغز در واقع مخاطب میشه. این نکته مهمشه. یعنی وقتی میگیم انفجار اطلاعات، فکر کنید یک چیزی منفجر شده و این وارد مغزتون میشه مستقیم و از طریق دیدن، از طریق شنیدن، از طریق خوندن، همه اینا در واقع وارد ذهن شما میشه و ذهن شما همه اینها رو انباشت میکنه درون خودش. و میگم امروز هم که حالا وضعی که خیلی بدتر شده، انباشت میکنه درون خودش. حتی یه سری بیماری های روانی و امثال هم در واقع به وجود میاد به واسطه این قضیه. میگه آقا این مسئله انتخاب، این انتخاب داره از من میگیره. مسئله دیگه میگه آقا سکس. آقا این سکس چرا انقدر زیاده؟ چرا انقدر شما سکس رو زیاد و در واقع غلف شده نشون میدید؟
چرا این اتفاق میفته؟ چرا در سینما، چرا در تلویزیون و امثال هم؟ خب سکس به طور کلی، یعنی مسائل جنسی به طور کلی، نه رابطه جنسی ها، سکس به طور کلی، همون چیزی که بهتون گفتم سکس پاور. بعدش چی میگه؟ میگه آقا شما این همه اطلاعات دارید میدی، این همه اطلاعات میره مثلا تو مغز من برای تحلیل این اطلاعات نیاز به زمان دارم و این من اتفاق نمیفته، چون مغز من کنتر از اون در واقع اطلاعاتی که شما من دارید میدید. به خاطر همینه که میگم عصر انفجار اطلاعات ها. اینو توجه کنید، عصر انفجار اطلاعاته و به خاطر همین از هر جهت، از 6 جهت اصطلاحاً به قول خیام، این اطلاعات داره وارد مغز ما میشه: نوشتاری، شنیداری، دیداری و امثال هم. ببینید این نکته مهمی است. میگه این اطلاعاتی که دارید میدید پردازشش موضوعیت داره. و نکته دیگه که میگه این آقا دیگه شما چرا دانشگاه دارید؟ حالا میگه من کتاب مکلوهان رو میارم و مقالاتش رو براتون میخونم. میگه آقا شما چرا دانشگاه دارید؟ دیگه اصلا دانشگاه موضوعیت خودش از دست داده. ما از تلویزیون یاد میگیریم، ما از سینما یاد میگیریم، فیلم آموزشی بسازید، فیلم نمیدونم کتاب هست میخونیم، کتاب همین حالا یا کتاب دانشگاهی یا لیبرال استادی نه میخونیم یاد میگیریم. مثل همین مخاطبینی که مثلا این ویدیو رو میبینن، خب یه سری امکان داره دانشجو باشن، دانشجوی ارتباطات باشن، ولی یه سری امکان داره کسانی باشن که علاقمند باشن و حتی کتاب‌های فراوانی در این زمینه خونده باشن. اصلا کتابایی که از من میگم خیلی همشون خونده باشن. میگه پس این نکته خیلی مهمه. این نکته رو نیل پستمن در کتاب زندگی در عشق مردن در خوشی هم میگه موضوعیت دانشگاه اما اونجا میگه که موضوعیت دانشگاه از بین نرفته، دانشگاه موضوعیت خودش حفظ کرده، یعنی باید موضوعیت خودش حفظ کنه. یعنی چی؟ یعنی این اطلاعات و اینفورمیشن رو کنترل شده به شما تحویل بده. مثلا شما میرید تو دانشگاه، از شروع دیپلمتون شروع میکنید تا دکترا مثلا 100 و چند واحده، 170 واحده، حالا هر چقدر که هست، تا رسالتون رو تحویل بدید امثال هم. این در واقع میشه مثلا شما بگی آقا مثلا 50 تا کتاب میخونی، اما در مورد تلویزیون، در مورد سینما، در مورد کتاب‌هایی که وجود داره به شکل آزاد، در مورد مجله، در مورد روزنامه، اینا که اینجوری نیست. اطلاعات مختلف میاد در ذهن ما، اطلاعات مختلف، مثل کسایی که جدول حل میکنن. این مثال رو اگر اشتباه نکنم در کتاب مکلوهان است، اگر اشتباه نکنم بازم میگم، مثل جدول. حالا من اصلا مثال خودم میزنم، مثلا دیگه مکلوهان کار ندارم. مثل جدول، دیدید کسایی که جدول حل میکنن، خیلی سریع جدول رو شروع میکنن حل کردن و اینها، ولی وقتی که ازشون 2 تا سوال علمی میپرسی، اون تو جدول هم حل کرده، خودت نمیتونی. تو یه آدمی هستی که اهل مطالعه هستی، خیلی مسائل رو میدونی، اصلا دانشگاه هم رفتی، دکترا هم گرفتی، یا مثلا در حوزه مثلا اجتهاد گرفتی یا امثال هم، این علوم رو میدونی به طور کلی، ولی جدول خیلی خوب نمیتونی حل کنی. ولی کسانی هستن که در جدول حل کردن خیلی خبرن، حالا از اینا 4 تا سوال علمی که میپرسی دیگه نمیتونن جواب بدن، برای که جدول حل کردن نیاز به یک سری اطلاعاتی داره که ما اصطلاحاً از اون دوره برای ما مونده. این واژه از دهه 80 برای ما مونده، از دهه 70 برای ما مونده. اینو به شما بگم، اطلاعات عمومی، یا در جامعه شناسی بهش میگن common sense، یعنی فهم عمومی. این فهم عمومی از کجا میاد؟ عموما از رسانه میاد. حالا اگه نگم 100%، ولی عموما از رسانه میاد. و این خیلی نکته باریک و مهمی است. پس من در انتها بگم به شما که کتاب مکلوهان را حتما من برای شما تحلیل و بررسی خواهم کرد. عصر انفجار اطلاعات عنوان بحثمون بود، مکلوهان و عصر انفجار اطلاعات. و عرضم به حضور شما که این بحث رو من خدمت شما تقدیم کردم.
امیدوارم که مورد نظرتون و مد نظرتون باشه. عرضم به حضور شما که چند تا نکته رو من بگم. یکی از نکاتش این بود که وقتی که میگیم عصر انفجار اطلاعات به خاطر باز شدن رسانه ها و کاملا اقتصادی شدن رسانه ها و پول درآوردن رسانه ها، هم تلویزیون، هم سینما، هم کتاب و هم در واقع روزنامه و مجله، یعنی اون موقع رسانه های اصلی، در واقع رسانه های جریان اصلی اینها بودند. خب حالا یه مسئله هم هست که در مورد میگن شاهکار رسانه است، مسئله واترگیت. اون رو هم حالا یادم نیست گفتم تو بحث‌های قبلی یا نه، ولی حالا یه بار دیگه هم توی حالا یه بحث دیگری اگر شد میگم که میگن شاهکار رسانه است چون باعث شد رئیس جمهور امریکا استعفا بده در این زمینه. پس مکلوهان یک استراتژیسته که یک کتابی نوشته، چند تا نکته گفته، مسئله انتخاب رو گفته که از ما گرفته شده، مسئله این که مغز ما پر از اطلاعات میشه و امثال هم رو گفته، و اینکه عصر انفجار اطلاعات بهش میگن، یعنی دهه 70 اوایل دهه 80 هنوز به فروپاشی شوروی نرسیدیم، به اونجا هم خواهیم رسید که اون از 1986 شروع میشه تا 1991 و حالا مسائل بعد اون که من میخوام اینو بگم به شما. رسانه واقعا رابطه مستقیمی با سیاست داره، اینو جدی به شما میگم بدون تعارف. یعنی شما اگر مثلا وصل نباشید به یک گروه سیاسی یا سیستم سیاسی و یا ارزم به حضور شما امثال هم، در رسانه عموما رشد نخواهید کرد. یعنی همین ویدیوهایی که خودم دارم میگیرم، اگر خودم مثلا وصل نباشم به کسی یا جای اینا، یا اگر وصل بودم به کسی جای اینا، از همون ابتدا ویدیوهای من ویوهای بسیار بالا میخورد. ولی خب اینطور نیست، ارتباط نمیفته. بنابراین رسانه ارتباط بسیار مستقیمی با سیاست داره و ما مجبوریم به مسائل سیاسی بعضا بپردازیم، اشاره کنیم و حتی جزئیات این مسائل رو بگیم. خب امیدوارم که از این بحث استفاده برده باشید، از این درس گفتار استفاده برده باشید. اسم درس گفتار بود مکلوهان و عصر انفجار اطلاعات. اگر اشتباه نکنم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فکر میکنم 5 تا درس گفتار رو تا اینجا در واقع عرضم به حضور شما که تمام کردیم. امیدوارم موفق و مؤید باشید.